ساکنان دهه استقلال جماعت نواباد شهر ترسنودزاده جهت عملیگردانی سیاست سازنده رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان اسفالتپوش نمودن 2 کیلومتر راه نقلیاتگرد دهه را ادامه داده ایستادند. در جریان این اقدام تمامی ساکنان دهه فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه گذاری نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی مسئولین جماعت نواباد و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. ما ساکنان دهه استقلال یک میباشیم. ما تصمیم گرفتیم که حدود دهه همون را پورا اسفالتپوش کنیم. شغلی که دیده است ما حاضر 1 کیلومتر ما اسفالتپوش کردیم. دهه ما 2 کیلومتر 200 متر میباشد. ما اقدام گرفتیم که همین دهه را پورا اسفالتپوش کنیم. باید تذکر داد که در جریان اسفالتپوش نمودن راه معاون یکمی رئیس شهر ترسنودزاده استانزاده سعید امین شرکت نموده با ساکنان در سمت آباد و زیبا نمودن محل زیستشان مینداری بیان نمود. مافصوف بیان داشت که این همه کارهای آبادانی و سازندگی در نتیجه صاحب استقلالی وطن و فضای صلح و وحدت روی کار آمده امروزها با مرام ادامه دارد. در این برابر اهالی دیگر دهه‌های شهر ترسنودزاده نیز جهت عملی شوی چنین عملهای نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. ما ساکنان دهه همین استقلال یک همراه مردم دست جمعانه همین راههای دهه ده حشر دست جمعی براه ماندیم. خب همینجا فعالیت کرده ایستادیم. ما همه کسا تصمیم گرفتیم که راههای دهه مانه آباد کنیم. همین راههای دهه قسم زیادش اسفالت پوشیده ایستاده است و نزدیکی خدا خواه کمی دیگر ماندگی است این هم اسفالت پوش میشه و راههای دهه آباد میشه. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسنودزاده و اهالی دهات نواباد در آینده مقصد دارند که در دیگر دهه‌ها نیز راههای نقلیاتگرد را پورا اسفالت پوش نمایند.